ассалому алайкум ёру дӯстон муҳтарам ҳаводораи наврӯзиҳои маҳсшоҳ. баъри шумо имрӯз мо қарор мегирем иншоаллоҳ бо дастгирии баъзе дӯстон дар ҳамин миёни майдон гуфтанд ки барои шумо ҷой медиҳем барои гӯштингҳоро беҳтар навор гирифтан. рости гап дирӯз дар ақидаи дӯстӣ моро намонданд, дар он ҷо хушрӯ навор гирем. имрӯз иншоаллоҳ як бародарро ёфтем, барои мо дастгирӣ кардам. гуфтам мо худмо байни майдон мебирем то ин ки шумо низ аз ҳамин гӯштингҳои роғ, яъне ки диёри паҳлавоно барои шумо навор мегирем то ин ки шумо низ аз ин гӯштингҳо баҳравар шавед. дӯстон, агар дар канал меҳмон бошед, агар ҳатман ба канал обуна мешавед дӯстон ва фикру андешаи неки худро дар зери комментариҳо мегузоред. ҳар рафтем иншоаллоҳ насиб бошад барои шумо аз ин гӯштингҳои зебо навор мегирем. дӯстон, وارد خزینه نوروزی شد. غزلگوی خداوند برای این مردی سخاوتمند عمر درازی پاینده دولت زندان نصیب میکنیم. پهلوانا غیرت کنید. باز یک غلطی دیگه. بله شما دوستو خب در این خوب آزمایی ابوبکر موسی و سوبان میدان غالب آمدن. یک جان تشکر میگم برای بازی زیبایشان. خب در میدان خلیفه ابوبکر موسی پهلوان توبیل فجده‌ای پردارد. بعد پهلوان هم برای کار میخوریم. پهلوان ها غیرت کنید به گپ داور گوش اندازید. بسیار مرد است در دنیا که قدر مرد میداند. بسیار مرد است در دنیا که قدر مرد میداند. بسیار مرد صاحب درد قدر درد میداند. بزرگانی به دانش فرد میدانند قدر فرد هم آورد مناسب قدر هم آورد میداند. پهلوان ها تیز به افاقه باید گفت داور گوش اندازید. خب دوستان گرامی به سهم شما میرسونم که بعد این آغاز مبلغ گذاری که از طرف فرزند برومند دیار محمد سبحان جمعه به مبلغ 400 تومانی شدند، از طرف فرزند دیار برای قربان هستند که همیشه برای وطن خدمت کردند. باشد که خداوند در کار و در اصلشون یک برای خیر سید جان قربان 500 تومانی. حالا در میدان با لباس ورزشی سفید پیرک از صاحبان میدان توبیل از دهه پردارک با هم خوب آزمایی میکنند. با لباس ورزشی سرخ بعد پهلوان هم برای کار میخواهیم و واقعا از نام کمیته تشکیلی جشن روح دهه روح برای تمام پهلوانایی که از دهه پردارک امروز آمده جشن ما رو با آداب بلندشان با پهلوانیشان زیر میگن یک جهان تشکر میدیم و از پهلوانان خواهش میکنیم به گپ داور گوش اندازید، خرخشی بحث نکنید، به افاقه بیستید. به اجازه داور گوشتی نمیگیریم. بار دیگر برای عائله قربانفه از درگاه خداوند عمر درازی پاینده دولت زنده نصیب میکنیم. باشد که خداوند در عمرشون، در عصرشون، در نسلشون، در دینشون برکت خیر عطا کنند. پهلوانان به افاقه دوید، اگر ندوید داور میتونه که شما جدا کنه. در این دنیا دو سه چشمان بینا چشم دنیایند، دو سه تن پاکجان پاکی دنیای زیبایند. داور اگر به افاقه میتونه جدا کنه. یک نفر پهلوانا با همدیگه بسیار بحث نکنید، وقت رفته ایستاده است. باید به قدر این روز آفتابی که خداوند برای ما ارزانی داشته است برسیم. حالا در میدان
پهلوان پیرکوف از صاحبان میدان با پهلوان توبیل برام آزمایی میکنن. بعد پهلوان هم برای کار میکنیم و بسیاری پهلوان ها میرسونم که پیش از همه پهلوان کی است؟ پهلوان شخصی است که خشم خود فرو می‌نشاند. ما هر دو پهلوان هم برای کار میخواهیم. چطوری که قبلا گفتم ما برای پهلوان‌هایی که از دهه پلدارک آمدن امروز میدانداری میکنن با آداب بلندشان برای کار میخواهیم غیرت کنیم. هر یک غیرت شما بهاگذاری میشود باز یک غیرت دیگر. واقعا پیرکوف نیز از جمله آن پهلوانی هستند که یک شجره بسیار پهلوانی دارند و این نام با نام بابا بزرگشان که پیر محمد بوده در چاواندازی و گوشتنگری همتا نداشت و همان شجره میرسد. به هر دو پهلوان هم برای کار میخواهیم باشد که فتح نصیب شما باشد. باز یک غیرت دیگر. از بیرون خواهش میکنیم به کار داور گوش میکنیم. التماس در این قوه آزمایی پیرک و صاحبان میدان غالب آمدن حکم داور گوش میکنیم. مرحمت توبیل خواهش میکنیم این سال آخرون نیست. مرد با نصیب باشد با گوشنی میگیرد. ما همین حکم داور برای ما حکم است. التماس همین سال نو مرحمت التماس گپوی مت به اتفاق بیارید. التماس خواهش میکنیم پهلوان رو بس نکنید. ما حکم داور اینجا ما حکم داور گوش میکنم. وابسته که وابسته همین درباره گفتنگو داورا خواهش میکنم تیز باید فاقه بیارشون. محترم داوران بشتن عبدالرحمن حاج محسود این دوره دیدید چی گفت کن میگید ده پلدارک با پهلوان پیرک و صاحبان میدان خوب آزمایی میکنن. به هر دو پهلوان هم برای کار میخواهیم. پهلوان رو غیرت کنیم. بعد همین خوب آزمایی خواهش میکنیم فراجان استراحت میکنن. بعد همین خوب آزمایی مرحمت داورای نغز مونید بعد از بیرون یاردم تید داورا را. من از نام کمیته تشکیلی میرسانم که یک دوستبندی خوشکار از نام حاجی سید مراد وارد خزینه نوروزی شده است. ما از درگاه خداوند برای ایشان یک مغفرت طلب میکنیم. باشد که قبرشان پرنور باشد که قبرشان یکی از باغ‌های جنت باشد. محمد پهلوان غیرت کنید. پیرک و صاحبان میدان حکم داور گوش میکنیم. نفر حالا در میدان تویزاده از دهه پلدارک با لباسی ورزشی سیاه خلیفشان توشف مونیس جان از صاحبان میدان قوه آزمایی میکنند. واقعا مونیس جان توشف از جمله پهلوانان شناخته هستند که در چندین نوروزی‌ها قوه آزمایی میکنند. با آداب بلند و با گشتی‌های زیبایشان مردم تماشا میدهند. پهلوانا به گپ داور گوش اندازید. هر یک بازی شما رو تنها بعد اجازه داور خوب آزمایی کنید. به گپ داور گوش اندازید. بعدی همین گوشتنگیری از شما خواهش میکنم از بیرون خواهش میکنیم با کاری داوران با کاری بازی حسابی نمیشد. مهمان گرامی از شما صمیمانه خواهش میکنیم با کار پهلوانا با کار داوران دخالت نکنید.
حکم داور رو گوش بکنید. ابوبکر این خرسک ها از این چیزا همشون برای گوشتیگاه زیبایی هزار رحمت میگیم برای همت و برای دلیری امرالدین طاهرزاده. امرالدین یک چیز گوش که باشم، واقعا پهلوان هستی، یک نوجوان درخت نوبر هستی، با هیهای آدمات بها نکن. پهلوان زور خشم خودش فرو میکند. خداوند اگه هنوز در پهلوان روی حق است. امرالدین چرا فهمی نمیشن به گفت داور گوش بیندازیم؟ چرا فهمی نمیشن پهلوانو؟ و از مهمانو خواهش میکنیم شما تنها تماشا کنید، لذت برید، با هر یک همون صداهای خود کار داوران را کار پهلوانان را مشکل ناندازید. برای من شخصا هم امرالدین هم مونیس با قدر انسان هستن. غیرت کنید. باز یک غیرتی دیگر، باز یک غیرتی دیگر غیرت میکنیم. یک نفر حاجی مقصود امرالدین طاهر، خدا هزار رحمت برای گوشتیگاه زیبایتان. امرالدین میتواند که استراحت کند. هزار رحمت برای گوشتیگاه زیبایتان. سفر از صاحبان میدان آماده گوشتگیری هستند. رسول الله سفر بخواه خواهش میکنه میدان خالی نماند. سفر به صاحبان میدان. من باری دیگر البته هر یک مهمانایی که میایم قدم رنجه دادن، قدم تا نور دل تاج سر باشد، خواهش میکنیم خود گوشتین گرفتن این یک تا با صداهای بلند مرحمت میدان برای میدان تمام هنرمندی شما را بغیر از صداهای به شرمانه شما معرفی میکند. مرحمت سفر به صاحبان میدان خریف خود را منتظر است. من ایمان کامل دارم که از طرف کمیته، از طرف داوران در حق پهلوان شما یگان بی‌رحمی، یگان ناانصافی نمی‌شود. در قعر دریاچه است. ما کفی روی دریا را نگاه نکنیم، خسی روی دریا را نگاه نکنیم، زیرا زان که خس در روی موجود زیر دریا گوهر است. محمد بسره پیدا نشده حریفی سفر پهلوان اشوب از خواجگی حاجی امیرو از منطقه یکم به عرض پهلوان هم برای کار میکنیم. حالا شما تمام مبلغ که میبینم خرج شوند 500 سومانی از نام بهرام ولی از خاطر آباد برای خزینه خزینه هزار رحمت میگیریم. اگه تمام هیاهوی شما مردم تماشا کنید خودتان هزار رحمت سفر غالب آمدن، اگه برای تکش کشیدن، برای صدا بها کردن میستدن کار داوره به حاطر شمایون. ولی 500 سومانی از نام ولی برادر از خاطر آباد. حالا نماشون میزن سفر به صاحبان میدان آماده گوشتگیری هستند. حریفشان آماده ایستاده شدند. مرحمت میدان خالی نماند. از کمیته تشکیلی خواهش میکنیم که بعد هر یک کوازمه یک توفای درسته رو ولی بهرام جان از خاطر آباد 500 سومانی خداوند در خزینه شون برکه خیر عطا کنه. 100 سومانی حال میخونید شد خلیط سفر پهلوان باقیف از نایه جبار رسولف بعد پهلوان هم برای کار میخواهیم. واقعا رسولف با لباس ورزی باقیف لباس ورزی سیاه قوه آزمایی میکنن. بعد پهلوان هم برای کار میخواهیم. توفه برای این قوه آزمایی خواهش میکنم همکاری کنید با ما. بگه داور گوش اندازه. واقعا بعد همین قوه آزمایی ما تمنا میکنیم که پهلوانایی که از ناحیه جبار رسولف میآیند میدانداری کنند. خواهش میکنم از بیرون دخالت نکنید. کاری داوران کاری میدان رو ویران نکنید. در این قوه آزمایی سفر و به صاحبان میدان غالب آمدن هزار رحمت برای بازی زیبایتان.
میتوانید بعد هر یک دو غلبه استراحت کنید. حسن پهلوان از صاحبان میدان سفر برادر بزرگ سفر با مادر گشتگیری هستند. پهلوان شناخته دیار که پرچم تاجیکستان بیرون از جمهوری در سطح جهانی معرفی کردند. پهلوانی هستند که با پهلوان‌های شناخته جمهوری ازبکستان و قزاقستان قوازمایی میکنند. تحفه برای قوازمایی از طرف گروه داوران یک سر سرکه آماده کنید. از طرف پدر معنویشان حاجی قربان توشیف 50 سومانی دیگر. من ایمان کامل دارم که حاجی قربان نیز به قریبی از عمره برگشتند و این 50 سومانی آنها حکم 500 سومانی را دارد. اگر یک رکعت نماز در مدینه 1000 رکعت باشد کل پول اینا هم خیلی می شود. ولی زیاد شدن بگیره از طرف توشیف ها. منوت میدان خالی نماند. پهلوان ها از دهه پردارک، از نایه جبار رسولوف، از منطقه دویم یکم مردم تماشاتی. امروز مردم قیمتترین ارزشمندترین چیزی خود وقتی خود را دریغ نداشته به این صحنه آمدگی‌اند. مرحمت باشه در صورتی پیدا نشدن حریف غالبیت نصیبی حسن پهلوان نشود. مرحمت توفه سپرید. سنگینه 50 سومانی هم سپرید. حالا در میدان پهلوان از صاحبان میدان اسماعیلوف آماده گشتگیری هستند. خواهش میکنیم وزنهای وزنین‌تر پهلوان‌های گرامی مهمان‌ها حالا حریف اسماعیلوف با ترجان پهلوان از منطقه یکم با هم خوب آزمایی میکنن. به هر دو پهلوان هم برای کار میخواهیم. توفه از حساب میدان یک سرویس استحصال خارجی لب یک گوش میکنن. الحمدلله نوزدیدی رحمت اجاره آمد خیلی کم در گوش میگن. پهلوان ها به گپی داور گوش اندازید. توفه برای شما یک سرویس استحصال خارجی یک بالین دیگر به اضافه شد. به گپی داور خواهش میکنیم گوش میاندازیم و مهمترین برای پهلوان ها ادب است. پهلوان ها حرکت کنید. محمد اقبال میفرماید ادب پیرایه نادان داناست. خوش آن که از ادب خود را بیاراست. ندارم آن مسلمان زاده را دوست که در دانش فزود و از ادب کاست. شرطی به مقصود رسیدن البته این آداب است. بعد پهلوانی است. پهلوان ها غیرت کنید. برای آنکه بعضا پهلوان ها از کار داوران ناراضگی میکنند. البته داورم همه چیز دیدن نمیتواند ولی از بالای این داورها با داورها است که در بلندی ها نظارت میکند. این کار صاحب سخن میگوید نه از تلقین داورها نه از تقویم اخترها بفهمی راز هستی رو عالم را و آدم را. اگر خود را شناسی تو، اگر خود را گدازی تو، اگر خود را بجوایی و بیابی اندر این دنیا رسی به هر کجایی که بخواهی ای دلاخواه. فقط تا حکم داور گوش نکنیم حرام نشده. با ترجمان پهلوان از منطقه یکم غالب آمدن. هزار رحمت میگیم برای آدم بلندشان. اینا جان سیف الله از صاحبان میدان قوه آزمایی میکنند و من فکر میکنم که امروز من باید پهلوان های دهه واقع معرفی بلند نکنم زیرا سینا جان سیف الله این از زمان عائله سیف الله های هستند که برادران ما خدا درده سیف الله سید جان سیف الله و علاقه برای احترام فرزندشانه برای گوشنگای زیبای باترجان از نام حاجی شاهین 150 سومانی دیگر سنگینه برای گوشنگای همین زیبا 100 سومانی دیگر برای گوشنگای زیبا برای گوشنگای زیبای سینا سیف الله و بعدا برای سینا و برای شما گفته بودم که معنای سیف الله این سیف شمشیر خدا است. من ایمان کامل دارم که سینا جان مثل شمشیر سامان و سید جان همشون همین غیرت میکنیم. گفت داور گوش میاندازیم آگاهی رو گوش میکنیم.
همین یک دقیقه دارشون من بحثانی همه پهلوانان میرسونیم. در وقت بازی پهلوانی که دست سر میدهد مغلوب میشود. این حکم همه داوران است. این دفعه احترام میکنن. دفعه یکم بود گپ داوری گوش ندادیم. همه بهتر است. همه حکم داورا فقط در سر کرد تمام. ما حکم شما تماشا میکنیم. پهلوان اگه شما رو گوش نمیکنند میتونید در میدان بیرون از کنید. مرحمت گپ داور گوش میکنید. سامان جان سیف الله باتر جان از منطقه یقین با هم خوب آزمایی میکنند. برای گوشنگاه زیباشون از طرف سخاوتمندان بیار 250 سومانی از طرف برادر از نایه جبار رسولف حاجی شاهین 150 سومانی 100 سومانی دیگه سینا. از بیرون خواهش میکنیم حکم پهلوان حکم داورا رو گوش میکنیم. من بسان پهلوانان میرسونم که شما به اون حرف صدایی که از بیرون میشود دقت ندهید. شما تمرکز کنید به قوه خود، تمرکز کنید به پهلوانی خودتان به میدان. سرسمش به پهلوانا غیرت کنید. روزی که عاشقان از هم جدا شوند، روزی که زورها به متکا شوند، روزی که آدمان به آشنا شوند، به قدر شاعران آن وقت میرسند. یک دقیقه از طرف داور برای پهلوانان جدا شده است. ثمرناک استفاده برید. خب حالا من از همکارمان شریف جان خواهش میکنم چند غزل نوروزی قرائت میکنن در همکاری با داور. حکم داور گوش میکنیم. حالا بازی دوران پهلوانان دم میگیرن میتوانند که بعد چند نوبت استراحت با هم خوب آزمایی کنند. پهلوانان نو و مرکز میدان